اداره گمرک کراسنویارسک روز 7 فوریه خبر داد که کارمندانش در فرودگاه این شهر واقع در قسمت شرقی منطقه سیبری روسیه از بغوج مسافری که از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به کراسنویارسک آمده بود 139 قوطی عطر پیدا کردند. سخنگوی باجخانه کراسنویارسک آنا پاماسکینا گفت شهروند 20 ساله تاجیکستان برای گذشتن از نظارت گمرکی از روروی سبز استفاده برد و با این اعلام کرد که او با خود مالهایی که باید اعلامیه گمرکی شوند ندارد، ولی هنگام تفتیش گمرکی در فرودگاه از بغوج او 139 قوطی عطر استحصال ترکیه و امارات متحده عرب یافت شد. کارمندان گمرک این همه عطریات را مصادره کرده به ضد جوان تاجیک بر اساس قسم یکم ماده 16 کودکس حقوق ویرانکاری مأموری روسیه پرونده مأموری گشودند. به وی بر اساس این بند قانون برای در گمرک نشان ندادن مالهای با خود آوردهش همچون جزا جریمه به اندازه 2 برابر مالهای از او گرفته شده با و یا به مصادره این مالها تهدید میکند. متخصصان ارزش عطریات از این جوان تاجیک گرفته شده را در بازار نزدیک 90,000 روبل برآورد کردند، یعنی به او جریمه به مبلغ تا 180,000 روبل معادل تقریبا 2400 دلار تهدید میکند. جوان تاجیک ضمن بازجویی گفته است که این عطریات را با خواهش یک دوستش از تاجیکستان آورده بود و می باعث بعد برآمدن از فرودگاه به یک کس دیگر میداد. 5 فوریه سال 2022 تخمیناً ساعت 23:03 دقیقه راننده автомашین تمغه مرسدس بنز نظیرقلوف بوریبای عبدالرحمانویچ سال تولدش 1975 ساکن نویه جبو رسولوف هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود نویه عینی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به автомашین تمغه کماز تحت اداره راننده ربیف بهاودین اسامدینویچ سال تولدش 1995 ساکن نویه دیوشتیج برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه مرسدس بنز نظیرقلوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کانوبادام با عریضه زن 39 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2021 شخصان نامعلوم برای پنهانی از صورت حساب کارت بانکی دوشنبه سیتی 4332 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 24 ساله ساکن نویه دیوشتیچ همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه رودکی با عریضه زن 35 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 23 به 24 ینور سال 2022 تخمیناً ساعت 01:00 دقیقه شخصان نامعلوم برای پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی و اسباب‌های ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 10,900 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 25 ساله ساکن شهر ایسار که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.